حييتم يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. مسئله که امروز ما در این نقطه هستیم، جهل در شرک و کفر اکبر عذر نیست. سخن درباره اسم می رود. یعنی هر کسی که کفر اکبر شرک اکبر را کرد، این انسان را کافر و مشرک گفته می شود. و خوب دقت بدهید و بدانید که کافر گفتن یک نفر، مشرک گفتن یک نفر، معناش این نیست که یک و یک باره هر کسی خواهد به بالای او حد شریعت را تطبیق کند یا بدون استتابه قتل کند. چخیلی که جهمی ها در باب تکفیر گمراه شدن، میگویند که تکفیر کردن درست نیست. برای چی میگه؟ زیرا که تکفیر کردن حکم قتل دادن است. نه، این باطل است. برادر عزیز، تکفیر این حکم قتل نیست. تکفیر یک انسان کفر اکبر شرک اکبر کرد، از دایره اسلام بیرون شد. این تکفیر چی؟ اسم شرک و اسم کفر را به یک انسان گذاشتن را تکفیر میگه. تکفیر یعنی یک نفر مسلمان بود، خودش مسلمان میگفت، از او کفر اکبر شرک اکبر ظاهر شد، او انسان به کفر اکبر شرک اکبر واقع شد، او را میگیم که مشرک، کافر، توبه کن. این را میگن تکفیر. اما قتل کردن این تکفیر نیست. قتل این مسئله رو قضاوت میگن یا حکم میگن. حکم یا قضاوت یا عذاب، سه چیز. لیکن مشهورتر در بین علما حکم است. تکفیر حکم یا که حکم تکفیر. میگن که ما به این انسان حکم تکفیر جاری نمیکنیم. معناش این است که این انسان کفر کرد، شرک کرد، مشرک است، کافر است، اما حکم تکفیر، قتل را یک و یک باره جاری کرده نمیشد، بلکه این مسئله باز میگردد به قاضی، به قضاوت، به توبه. این شرط و شروط های خودش دارد. مسئله قضاوت حکم یا قضاوت تکفیر یا حکم تکفیر یا تعذیب، این مسئله جای خودش است. ما در این مسئله صحبت نکرده ایستاده. ما صحبت ما فقط یک نفری که شرک اکبر کفر اکبر میکند، آیا همین مسلمان موحد ثابته میشود در نزد قرآن و سنت؟ نه. یک نفری که شرک اکبر کفر اکبر میکرد، این در نزد قرآن و سنت این کافر است، این مشرک است، این موحد یک تو پرست نیست. سخن ما همین قدر به ربط دارد. ما باید از این براءت کنیم، از شرک اکبر کفر اکبر کننده براءت کنیم. اما مسئله قتل، جزا، حکم، تعذیب، این مسئله دیگر است. این مسئله باز میگردد به مسئله فقهی، قضاوتی، و این باز میگردد به سود شرعی به یک حاکم مسلمان. اگر مختصر در 2 دقیقه بگویم، هر کسی که کفر اکبر شرک اکبر کرد، اگر حکومت اسلامی از این باخبر شود، قاضی باخبر شود، اون شرک اکبر کفر اکبر کرده رو دستگیر میکنه. این جنایت است. بزرگترین جنایت شرک اکبر کفر اکبر است. بزرگترین فتنه شرک اکبر کفر اکبر است. همچون جنایتکار مرتد شده رو، مرتد جنایت است، ردت جنایت است، من بدل دینه فقتلوه، میگیرن میبرند حبس میکنن. چرا که از ابوبکر صدیق، عمر، اجماع صحابه ثابت است و یک چند مرتبه هم نقل کردیم در حلقه گذشته، به استتابه وقت میدن. 3 روز وقت برای توبه کردن. 3 روز در زندان به این خوب معامله کرده میشود، آب طعام داده میشود، لط و کوب و ظلم حرام است به یک مشرک هم. 3 روز میگن که ای مسلمان، ای کسی که تو مسلمان بودی، ای کسی که تو مسلمان بودی، تو به شرک و کفر واقع شدی، فلان فلان عملی تو شرک است، کفر است، شرک اکبر کفر اکبر است، تو کافر شدی، تو ملت ابراهیم شکست، لا اله الا الله شکست، اسلام شکست، ایمان شکست، تو مسلمان نیستی. تو توبه کن وگرنه جزای تو انمین. حکم رسول الله است، قتل است. باور کنید اکثری کسانی که شرک اکبر کفر اکبر کرده هستند، از سبب جاهلی را کرده هستند، مشرک شدن، کافر شدن. اکثر اینها در حقیقت از سر جاهلی، وقتی که اینها را قاضی، سود، یک محکمه اسلامی حبس میکند، 3 روز مهلت میتید، 3 روز نه، همین 1 ساعت اول به توبه کرده میبرد، میگه استغفر الله، میگه بله من اکنون فهمیدم من مشرک بودم، نفهمیدم، توبه میکنه میبرد، تمام. قتل نیست. اما اگر گوید که بله من همین شرکت دیده و دانسته کردم، من شما کافر گویدم، من کافر خودم حساب نمیکنم، من همین کارم با میکنم، در این حالت بعد از این
خیلی که حضرت علی حکم گذاشتن حکم قتل کرد، لیکن این رو هم حکومت میکنه. یک آدم معین همچنین خیلی یک آدم مسلمان نمیکنه. مسئله خیلی هم نازک است، اما جهمی های توپای، جهمی های ابله در همه موضوع خرابکاری کردن، در دین الله بازی کردن، تقول کردن. آنها میگن که تکفیر قتل است، میگن ما میگن تکفیر قتل نیست. تکفیر اسم گذاشتن است. تکفیر دو نمود است، تکفیر اسم است و تکفیر حکم است، یا تکفیر معظم است یا تکفیر جزا است. ما مسلمان ها به ما فرض است و واجب است، اصل است که در قسم اصل دین است که تکفیر اسم کنیم. میگم یهود کافر، نصرانی کافر، مجوس کافر، قبر پرست کافر، مثلا براعت میکنیم. با آنها به مانند مسلمان ها معامله نمیکنیم. آنها در ملت ابراهیم نیستن، ملت ابراهیم براعت میکنید، از آنها دور میشید، بغض و عداوت میکنید. اما مسئله جزا دادنی یک کسی که برید واقع شد، به کفر واقع شد، این مسئله دیگر است. بعد از این باید دانید که بعضی ها فکر میکنن که هر کسی رو کافر گفتید حتما باید کشته شد. این مذهبی توپایانه ابلهانه خوارج و جهمی است. یهود و نصارا کافر گفته میشد، اما در بین مسلمان ها، در کشور مسلمان ها آزاد زندگی میکنه. الله قرآن به اجازه داد. جزیه را میدهد، یک سال به یک پولی کم اندک، یک ماهینه امروز نلاک، یک ماهینه نلاکش یک بار میتید، کم ترچه پول یک سال درونی کشور مسلمانی به نه خونش به نلاک است، نه راهش به نلاک است. بله همون نصرانی دینش کتی، همون یهودی دینش کتی در بین مسلمان ها میگرد، اهل ذمه میگرد. فقط آنها ضد مسلمان ها نخیزد، تمام. دشمنای مسلمان ها و یاری نتید، تمام. اهل ذمه پیامبر اونها را کشتنش حرام گفتن. کسی که اونها را ضرر رساند، کشد، ظلم کند، گفتن این سبحان الله بسیار کاری بد کرده است در حق شریعت. یعنی ببینید کافر گفتن همیشه قتل کردن نیست. انمین فهم باطل رو من در اینجا خواستم که به شما رسانم که انمین فهم باطل رو امروز دارند دشمنان منهج اهل سنت، دشمنان قرآن و سنت منتشر کرده شدند. با واسطه انمین فهم باطل مردم رو از منهج اهل سنت دور کرده شد. شما ای اهل توحید، شما پیش این فتنه رو گیرید، شما پیش این عقیده باطل گیرید، مبارزه برید. بدون مبارزه بردن حق ظاهر نمیشه. من ساکت بمانم، شما ساکت بمانید، همه بی‌پروا باشیم، حق کی ظاهر میکنه؟ این سخن دروغ بگوید. یهود و نصارا قرآن تکفیر کرد، پیامبر تکفیر کردن، لعنت کردن. بعد از تکفیر، بعد از لعنت، بعد از دشمن الله بودنشون فهمیدن، باز یهود نصاران مجوس، آتش پرست مجوس، تا آمدن حضرت عیسی، هم مجوس، هم یهود، هم نصارا. حاضر مجوس که باقی نمون، حاضر یهود و نصارا. مجوس وقتش به خیلی زیاد بود، حاضر کم حکم مجوس دیگر میشن، یعنی تغییر میاد. لیکن بالاخره تا آمدن حضرت عیسی چیزی میتیاد زندگی میکرد. حضرت عیسی وقتی که نازل میشوند، بعد از این سه چیز عوض میشود. جزیه دیگر قبول نیست، یا اسلام یا تمام دشمن. صلیب میشکنند، خنزیر قتل میکنند. و بسیار نصرانی ها، میلیون ها نصرانی، میلیارد میلیون حضرت عیسی رو دیده قبول میکند اسلام. بارک الله فیک. برای همین برادرای عزیزم، این دین الله هست. اما جهمی ها میگن که اگر تو یک کس کافر بودی، تمام، تو از این میبرد که قتل او را واجب گفتی. پیامبر یهود کافر گفتن، بعد از این گفتن که کسی که انمین یهود و نصارایی که در ذمه هست قتل کند، اینها پناه داده الله و رسول بگفتن دست درازی کرد. این کار گناهی بزرگ کرده است. برای همین این فهم باطل است. تکفیر، این هیچ کس نگفت که تکفیر این قتل است. تکفیر این حکمی یک انسان است که آیا این مسلمان است یا کافر است. بعد از این اگر کافر بودنش ثابت شود، به او
السلام علیکم و رحمت الله نمیگه، جنازه نمیخونه، دست پشت روز نماز نمیخونه، موالات نمیکنید. یعنی موالات مختصر 4 چیز است که گفته گذاشتیم در همین اصول ثلاثه: نصرت است، محبت است، موافقت و تحالف است. همین چیزا رو نمیکنید. بارک الله فیک. برای همین باور بکنید به همین عقیدچه های نازککچه، شبهچه های یعنی نازک، بعضی وقت بسیاری ها به این شبهات طالب علم و علما اهمیت نمیدهند، لیکن این شبهات ببینید چقدر مردم گمراه میکند. تکفیر گوید قتل گفته میفهمد، والعیاذ بالله این چنین نیست. جهل در شرک اکبر کفر اکبر عذر نیست. معناش این است که هر کسی که من نفهمیدم، من ندانستم، بابای ملا به من گفته بودن که قبر پرستی ثواب است، عیبی من چی؟ پیشانی بنویسته شده گفته جبری شود، رود و قبر پرستی کنند و خودش مسلمان گوید. این آدم کافر است، مشرک است، مسلمان نیست، یگان عملی ثوابش قبول نیست، نه حجش، نه روزش، نه زکاتش، نه ملت، یگان چیزش قبول نیست. میلیون مراتب لا اله الا الله گفتنش، 100,000 رکعت نماز خونش قبول نیست. ندانستم، نفهمیدم گفتنش قبول نیست. اما و مسئله عذابش و حکمش این دیگر مسئله. تماما این مسئله قضاوت از باب فقه است، از باب قاضیگی است. 3 روز توبه دارد و غیر و غیره. اما جدا کردنی مسلمان و کافر و موالات کردن بر مسلمان و برات کردن از کافر، این ملت ابراهیم است، اصل دین است. انا این کسی که نکند، مشرک مسلمان، یهود مسلمان، نصرانی مسلمان، قبر پرست دیده و دانسته مسلمان، این انا این ملت ابراهیم.